وقتی 30 گرم حکمش ادامه 500 کیلو هم ادامه کدام دست میذاره رو 500 کیلو که حداقل پولی دستشو بگیره دو تا از حقوقای بچگیشو تلافی کنه. کی به شما اجازه داده بابت حقوقای بچگی دیگه ملتی رو بدبخت کنی؟ داش بزرگی هم پول نداشتیم واسش کلیه بخریم، افتاد مرد. رفتیم واسش کفن خریدیم متری 6.5، مغازه بغلیش پارچه لباس مشکی مادرم خریدیم متری 4 تومن. کی گفته ما همیشه باید تحمل کنیم؟ پسر جان این چه توجیه بچگانه یعنی هر کی مصیبتی داشته باشه باید بره شیشه تولید کنه. تا حالا یه نفر رو دیدین از بچگیش بشه بابای 10 نفر بزرگتر از خودش؟ 7 نفر خودمون بودیم، 4 تا بچه خواهر برادرم افتادن گردن ما. 11 نفری جمع شده بودیم توی خونه 80 متری نم کشیده تای کوچه تنگی که بنا بازسازیش نمیکرد، میگفت خاکش مرده. لباسشویی خریدم 3 ماهی زیرش پوسید، بالاش زنگ زد. اون وقت کیه که ببینه چه بلایی داره سر استخونای پدر مادر من میاره اون رطوبت؟